3 سال می شود وظیفه این کودکان آبکشی از زیر خانه هایشان است. این کار را کودکان 17 خانواده در دهه حیات نوی جماعت خراسانی ناحیه فرخار اجرا می کنند. اما آنها تاکنون نتوانسته‌اند این آب را از زیر خانه و کاشانه‌شان کم کنند. برعکس روز از روز سطح آب در خانه هایشان بلند می شود. باشندگان دهه هر روز به مقامات شکایت می برند. 10 ساله در درون آب زندگی داریم. ما همه کم مبلغ داریم، در امیر از خودش میکنیم میره میایم. 10 ساله یکم فرمان میتن میگه رئیس ناحیه دستگیریشون کنن که در عمل اجرا نمیکنن. نه رئیس نه رئیس جماعت دستگیریمون میکنن، نه وعدخواست دستگیریمون میکنن، هیچی دستگیریمون نمیکنن. از این سیله قورباغه ها در 17 حولی آبدار دیدن ممکن است. چون این وضع ساکنان را مجبور کرده است که در خانه هایشان با موزه گشت و گذار کنند. آراسته کریمова حتی برای گرفتن آرد به جای لازمش با موزه می رود. او 3 سال است که تنها در وقت خواب یا جای سفر کردن موزه‌اش را از پایش می کشد. حالی زور بین همه جزیره اینا 3 سال شدم خیلی اینا 3 سال گندم همه در دنیا آب اینا همه پری آب. 17 خانواده‌ای که از آبخیزی در خانه‌هایشان شکایت دارند در لب رودخانه زندگی می‌کنند. آب این رودخانه از دریای پنج جاری می‌شود و آن موسمی است. ساکنان حدود 6 ماه برای کشت و کار خود از این رودخانه آب می‌گیرند. با آمدن آب این رودخانه در خانه ساکنان آب پیدا می‌شود. آنها می‌گویند که چون این حالت تنها در فصل گرما است. ما می‌خوایم که همین چوره ما را ببینن. همین بعداد ما برسن. که همین یک کار کنن که همین عرق چی کنن که او نیاید. از نمناکی بسیار این زن 78 ساله گلیم‌های نم گرفته خانه‌اش را نشان می‌دهد. این حالت او را مجبور کرده است صندوق‌های خود را همچون جای خواب استفاده برد. تابستان سال گذشته ساکنان این دهه پس از یک نشست خبری رئیس ناحیه از مشکلات خود به خبرنگاران مراجعت کرده بودند. با رئیس سابق ناحیه رستم رحمت‌زاده واخوری انجام داده بودند. ساکنان میگویند که وعده رئیس ناحیه اجرا نشد. در حکومت ناحیه فرخار گفتند که از مشکلات ساکنان این دهه با خبرند. با گفته مسئولان حکومت ناحیه آنها در فکر برطرف کردن این مشکلات هستند. اما ساکنان میگویند چون این وعده ها را 3 سال است که میشنوند ولی تا حال آن را در عمل ندیده اند.